با $50 چه سرمایه گذاری هایی میشه کرد؟ میشه یه مقدار خیلی کمی طلا خرید یا مثلا میشه یه مقداری ارزهای دیجیتال ارزون قیمت خرید، اما قطعاً با این سرمایه گذاری ها نمیشه به کسب سود زیاد امیدوار بود. شاید بهترین سرمایه گذاری با $50 ترید توی فارکس باشه که اگر استراتژی مناسبی داشته باشید و به صورت صحیح از لورج استفاده کنید سود خوبی هم کسب می‌کنید. کپیتال اکسچنج این شرایط رو برای شما فراهم کرده که حتی با $50 سرمایه هم بتونید از فارکس درآمد کسب کنید. برای این کار وارد سایت کپیتال اکسچنج بشید. در قسمت حساب‌های معاملاتی افتتاح حساب ECN رو انتخاب کنید. این حساب ویژه افرادی با سرمایه خیلی کمه. لورج تا سقف 5000، پلتفرم‌های معاملاتی متا تریدر 4 و 5، اسپرد های پایین بدون کمیسیون و قابلیت سرمایه گذاری و معامله طیف وسیعی از دارایی‌ها رو برای شما فراهم می‌کنه.